در نماز جمعه اذن عام شرط است. یعنی هدفی که ما در نمازهای جماعت داریم او اهداف باید به دست بیاید. نمازهایی که در جماعت میخوانیم قریه را به تماسک دعوت میکند، یک دیگر را خوبتر میشناسیم، روابط خدایی الاخری. و نماز جمعه مساجد صغیر را با هم یکی میکند، نماز عیدین مناطق را با هم یکی میکند. و بندیخانه که است به خاطر امیست که یک نفر تأدیب شود، از جامعه کنار شود و یک فشار را احساس کنه تا به خط برابر شود. اگر ما نماز جمعه را در بندیخانه جواز بدیم باید اذن عام هم بدیم و همگی باید بیاید. وقتی که همه بیاید اون هدف تربیتی زائل می شود، بنان نیست برش.